یک جوان هندی است که ادعا میکنه که در نام الله جل جلاله یک راز مخفی شده و میخواد در این ویدیو این راز برای ما شما نشان بده. پس ویدیو را لایک سیو کنیم، بریم ببینیم که چه رازی مخفی شده. قسمی که میبینیم با استفاده از تباشیر و یک گچ از حرف لام شروع کرده و نقاشی میکنه و نشان میده برای ما شما که یک رازی مخفی شده و این راز چه خواهد بود. پس ویدیو تا آخر تماشا کنیم و ببینیم که چه چیزهایی در اینجا مخفی شده و چه قسمی این شخص این را نقاشی میکنه. در حرف لام قسمی که دیدن نقاشی کرد و اینجا شخصی است که در حال رکوع است و میخواد که خداوند بزرگ عبادت کنه و حرف اول که حرف الف است و در اینجا نشان میده که شخص در حالت نماز خواندن است و هر حرف نام الله جل جلاله حالتهای مختلف نماز برای ما شما نشان میده. مثلا در حالت اول حالت استاده است، بعد در رکوع میره و بعد در قعده و بعد در سجده و هر حرفش که است یک حالت از نماز برای ما شما نشان میده. یعنی در هر حالت ما شما باید نام الله جل جلاله فراموش نکنیم و خداوند بزرگ همیشه طاعت عبادت و بندگی شده و جا کنیم و خداوند متعال در این نام خود برای ما شما نشان داده و گفته که باید طاعت و عبادت الله جل جلاله همیشه بکنیم تا خداوند از ما و شما راضی باشه. اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما لایک، سیو و کامنت کنید و دوستانم شیر کنید.